یه چند تا نکته در مورد سخنگو باقی مونده. یکیش تنظیمات ساعت و تاریخه. اگه بیان روی تنظیمات ساعت، خب میتونید الان ساعت رو تنظیم کنید با این دوتا دکمه اوکی رو بزنید، میرید دقیقه رو تنظیم میکنید، با اینم برمیگردید و از تنظیم تاریخ هم به همین شکل سال، ماه و روز رو تنظیم میکنید. یه تنظیم دیگه ای هم که داریم تنظیمات رمزش هست. اگر تنظیمات رمز رو بگید، من حالا عددش 4 تا 1 هست و بیاید اینجا رمز رو فعال بکنید. من الان دزدگیر رو فعال میکنم، خب و دزدگیر رو الان غیر فعال میکنم. اول از ما رمز رو میخواد. اگه من بدون رمز سویچ رو وارد کنم و استارت بزنم، استارت کار نمیکنه. حتما باید عدد رمز رو بزنم و بعدش استارت کار میکنه. برای تغییر رمز هم توی منوی تنظیمات رمز قبلیتون رو وارد کنید که حالا 4 تا 1 عدد پیش‌فرضش هست. تغییر عدد رمز و رمز جدید رو مثلا حالا 4 3 2 1 دوباره وارد کنید و رمزمون تغییر کرد. سیستم رمزش با اینکه خوب هست، متاسفانه زیاد کارآمد نیست و به راحتی ریست میشه. با چند بار برداشتن و گذاشتن باتری میتونید رمز رو به حالت 4 تا 1 برگردونید.